با چه نرم افزاری عکسامون رو توی گوشی ادیت کنیم. سلام، اینجا سپهر آکادمی و امروز میخوام بهتون 2 تا برنامه خیلی قوی معرفی کنم برای ادیت عکساتون. اولین برنامه اسنپ سته. توی این برنامه شما خیلی راحت میتونید عکساتون رو ادیت کنید، تنظیم رنگ انجام بدین، تیرگی و روشنی عکساتون رو تنظیم کنید، قاب‌های مختلف براش در نظر بگیرید، فیلترهای جذابی روش بندازین و کلی کار دیگه، و اینکه یه خروجی خیلی خوب از عکستون بگیرید. برنامه بعدی که میخوام بهتون معرفی کنم اسمش PS Express هست. این برنامه مال شرکت ادوبیه که خیلی از نرم افزاری که مربوط به ادیت میشن و تو خودش جا میده. بریم یه نگاهی بهش بندازیم. خیلی از ابزارهایی که توی فتوشاپ وجود داره تو این برنامه وجود داره، مثل کراپ عکس، تنظیم رنگ و نور، فیلترهای مختلف، شکل دادن به عکس، اندازه نمای عکس رو تغییر دادن و یه خروجی با کیفیت رو به شما تحویل میده. تمام آموزش‌ها رو دونه دونه دنبال بکنید و سیو و کامنت و لایک هم یادتون نره.